سلام بچه‌ها، یه سوال دارم. سگتون یهویی اشتهاش کم شده یا خسته و بیحال شده؟ اگه اینطوره، شاید پانکراتیت گرفته باشه. امروز میخوایم در مورد این بیماری، علائم و پیشگیریش با هم حرف بزنیم. پانکراتیت یعنی پانکراس سگ دچار التهاب شده. پانکراس همون غده‌ایه که به هضم غذا و کنترل قند خون کمک میکنه. وقتی این عضو ملتهب میشه، سگ میتونه حالش بد بشه و حتی درد شدیدی داشته باشه. علائمش معمولاً استفراغ، درد شکم، بیحالی و کاهش اشتهاست. بعضی وقتا سگ ممکنه تب هم داشته باشه یا خیلی کم آب بخوره. دلایلش میتونه متفاوت باشه. یکی از رایج‌ترینشون رژیم غذایی خیلی چربه. سگ‌هایی که اضافه وزن دارن یا خیلی شیرینی و چربی میخورن بیشتر در معرض این بیماری هستن. حتی بعضی از سگ‌ها به خاطر ژنتیک یا سابقه خانوادگی ریسک بیشتری دارن. و خیلی مهمه که بدونین پانکراتیت میتونه یه دفعه شروع بشه یا به شکل مزمن طول بکشه. اگه دیدین سگتون این علائمو داره، سریع بریم پیش دامپزشک. دامپزشک ممکنه آزمایش خون، سونوگرافی یا داروهایی برای کاهش التهاب، کنترل درد تجویز کنه. من خودم با بنجی تجربه کردم. وقتی دچار پانکراتیت شد، حدود 6 ماه دارو مصرف کرد و رژیم غذایی مخصوص داشت. واقعاً دیدن پیشرفتش و اینکه دوباره سالم و شاد شد فوق‌العاده بود. برای پیشگیری هم غذای سالم و متعادل، جلوگیری از اضافه وزن، ورزش روزانه و چکاپ دوره‌ای خیلی مهمه. حتی بعضی وقتها تغذیه با وعده‌های کوچیک و منظم میتونه کمک کننده باشه. اگه تجربه‌ای با پانکراتیت سگتون داشتین، حتما پایین کامنت ها بهمون بگین و تجربتون رو به اشتراک بذارین. مراقب سگ‌هاتون باشین و امیدوارم همیشه سالم و شاد باشن.